آنجلو گابریل توپو داد سمت راست بوشن از همونجا سال میکنه برگرد میتونه بزنه یا نه. رونالدو چه گلی زد، یه گل رویایی دیگه. بازگشت با گلی که به تیم یوونتوس زده بود. امیدوارم سکته نکنم فقط با این هیجانی که الان دارم من. 4-1 برم بندم. چه برگردونی زد، چه قوقایی به پا کرد رونالدو. گل گریه درار از CR7 رو برد به اون دوران قدیم خودش. 4-1 برم بندم دیگه. خامه روی کیک و کاملا ریخ روی این پیروزی. این ساعت انجام شد، استثنایی بود برگردونش. همون بهتر که اونو خورد دروازه‌بان تیم الخلیج. حیف می‌کرد اگه توپ رو گرفته بود. این برگردون تماشایی